پول باشد خزینه خالی، هیچ چیز نیست. قسم میخورم نیست. یاری دید، یاری دید. نرس گفتم یاری دید. واه دخترهای زیبا با مادرشان رفتن. نرس گفتم یاری دید. التجا میکنم یاری دید. یگان کس هست یاری دید. یاری دید. داد نزن میکشم. دید مرا. دهانت را نکشا. یاری دید. رحم نمیکنم. یاری دید. داد نزن میگویم. خدا از آمدن این زن شهری هر روزم مشکل، هر روزم استرس بود. خیر تو میگویی که این آدمان چنان میترسانند که عقلش رو میخوردن؟ همش رو درست میکنند. شما آرام باشید. از این طرف یگان کمبودی نمیشود. من به شما میگویم به من فرمودید حل میشود. مرا گوش کن. نغز گوشش را کشیده مانند. یگان کار زیادتی نشود، بعد سرمون به بلا دچار نشود. نه جناب، آنها کار خود را میدانند. چیزی که فرمودیم. آفرین قاسم، آدمی فایده آور برآمدی. چیزی که گفتم کردی. با جان و دل جناب. شما مرا دستگیری کردید. از این پس من با شما هستم. نغز آفرین. فوراً خبر میدهند؟ همین که کار تمام شد من تعقیب رو دوام میدهم. نمیخوای که نقل کنم من؟ تو فکر داری که به تو دروغ میگویم، فریب میکنم؟ پسرم تو خوب نیستی؟ نه مادر جان بیایید. بیا رفتیم دسترخوان رو کشیدیم. یگون چیز بخور پسرم. من نمیخوام، اشتها ندارم. مگر این طور میشود پسرم؟ همین طور گرسنه نمیشینی؟ یگون چیز بخور پسرم. انا بعد اومده باز استراحت بکن. تو فهمی با چه احوال دچار میشده باشی؟ باران خوب استی پسرم؟ اما کم چی گفتن خواستند؟ نفهمیدم. فکر میکنم که اما کم چی گفتن خواستند، ولی هیچ نمیفهمم. گوش کن پسرم. اما که روزهای آخر چی کار کردنش و چی گفتنش هیچ معلوم نیست. بعد از انیق شدن حامله‌داری سیبیل حتی من امکت رو نمیفهمم. تو به گپای امکت اهمیت نده پسرم. یعنی فکر نکن، فهمیدی؟ بیا رفتیم اکنون یگون چیز بخور. مادر اما کم چی گفتن خواستند؟ اون دفعه هم پرسیدم هیچ چیز نگفتید، گپ رو دیگر کردید. بعد مادر کلانم اومدند، ولی من باوری دارم اما کم چیزی گفتنی بودند. تمامی قهرمان ها در اینجایند. به مادرت سلام نمیگویی گفتند. به مادرت سلام نمیگویی ها؟ اون همه سخن ها چی معنا داشت؟ پسرم من از کجا میدونم؟ به تو گفتم که روزهای آخر رفتاری او رو هیچ کس نمیفهمد. همین که اومد خودت میپرسی. خیر من رفتم. ای حکا، اکنون نمیدونم از این وضعیت چی طور میبرآمده باشیم. سردید مرا، سردید یاری دید، سردید یاری دید، سردید مرا. گم شوید. چی شد؟ با کردت میزنی؟ یعنی بیا؟ بسیار ترساندی ما رو. نزدیک نشو.
اوف کنم از ترس میافتی. نزدیک نشوید. قسم میخورم میزنم. نه میزنی؟ بیا مان زنک. نزدیک نشوید. برایید از اینجا. گم شوید. گوش کن چی میگویم. پگاه با مکتب نروی میشود؟ چرا؟ گروزی میگویم. مثلا با تو همراه یک روز اولی جناب گذرانیم. میشود. با کجا میرویم؟ یگونجا میابیم. یک دو فکری خوب دارم. شما کدامش را که انتخاب کنید خانم. فهم شرط قبول. تو در حقیقت دیوانه هستی. من باید خاموش کنم. به صبرانه انتظارم. خوابی خوش. خوابی خوش. تو با کی صحبت داشتی کنی گپ زن؟ با هیچ کس نه؟ بیامان تو با همان موتورسیکل دار صحبت داشتی ها؟ مرا گوش کن. تو با وی عاشق نشده باشی؟ وحیمه نکن. برای همین 32 دندانت نمایان است. در این جهان من فقط درباره او خود را خوب حس میکنم. گفتگی برین. درسی تو با وی توریست چطور گذشت؟ ای ادا نمیدونم خلاص درس. ولی خودم نمیدونم پریشان خاطر شدم. هر وقتی که او رو بینم دست و پایم میپیچند. مادرم کجا شدن؟ بسیار دیر شد. نمیدونم. شاید حاضر آیند. التجا میکنم مرا سردی. چی شد؟ حاضر قهرمان بودی کو؟ چی میخواید؟ اگر پول باشد خزینه خالی است. باور نکنید رفته بینید. یوری دیم گفتیم کاری بد کردیم. التماس میکنم. نمیشود. شما از من چی میخواید؟ بگویید. شما چی درد دارید؟ چی میخواید از من؟ شما چیکار نکنید؟ تو کی هستی لعنتی؟ شما کی هستید؟ فرات! یاریدید! یگان کس هست! پلیس! چرا تا حال از آن آدمان خبر نیست؟ باز یگان کمبودی نشود. مرا گوش کن قاسم. کمبودی شود جزای همه تان را میدیم. نه جناب یگان کمبودی نمیشود. پریشان نشوید. انشالله. در اینجا زخ شدم. به قهوه خانه شریف میروم. از تو خبر انتظارم. پریشان نشوید جناب. همین که زنگ زدن خبر میدهم. گفتگی برین. سیبل را به خانه در نزدیک خانه فرد بوده بردیم. رفت خبر گیر. شاید یگان کمبودی دارد. بلا تنها نمی آید. از هر طرف. فرد را میدانی ها؟ پسری خالای شما. خب از تو خبر انتظارم. این از جناب مراد. این را در زمینی پیدا کردن که به هیچ کس تعلق ندارد. یگان کس هست یاریدید. هل فرات! فرات!
خسته نباشید ینگه یامینه. تشکر. برو. یگون چیز میخواهی؟ یک چیز پرسم. خوراکی اویشه و پش تیار باشد. تیار. تشکر. برو، دیر نکن، خوراک تیار است. من در آنجا یگون چیز میخورم. ای خدا، در این سن و سال چه ها رو پسی سر نکرده. چی شد دخترم؟ ینگه امینه، مادرم دستور است. خواطر نشو، شاید نشونیده باشد، در راه باشد. زنی شهری ترساندن پس چنان گریخته می روی که چنگ می خیزد. ما هم راحت می کنیم. تو سببگاریان شدی که جیانم به من سلاح روانه کرد. فکر کردی به جزا می ماند. فکر کردی من جزایت را نمیدیم. تو یک رو باشی، من هم یک رو. بچه هایت هم تو هم گم شده می روید. فرات اکنون چیکار میکنیم؟ زودتر اطراف رو احاطه کنید. کارد را پرتا. او یگان گناه ندارد. شما خاموش باشید. او فقط مرا حمایه کردن میخواست. این آدمان به ما حمله کردند. چیکار میکنید؟ التماس او را سر دهید. فرات، ابروسو، تو آرام شو. شما هم می روید. با کوچه نقیب علی فوراً. узлим, ҳозир вақти телевизор тамошо кардан аст? интар нагӯед модарҷон. ин барномаро бояд тамошо кунам. чӣ бояд пӯшем, чӣ бояд кунем? тарзи дурусташро нишон медиҳад. сарам дард дорад. ақаллан овозашро пас бикун. абру то ҳол наомадааст? не модарҷон, майя ҳам каме пештар пурсид. наомадааст. худоя, кораш дир давом кард. монед вай зан кор мекунад. аз паси нони худ. ба худо зани шаҳрӣ ба ягон одам эҳтиёҷ надорад. барои ягон зарф кушодан, парда овехтан, ягон кори дигар. то
توبه. ای خدا. узлем тамоман беодоб шудаӣ. дар назди модарам чӣ тав гап мезанӣ? ман ба абру мегӯям ба духтури ӯ занг занад. аз ваҷҳои беҳтар шавад бадтар шуда истодааст. эне модарҷон, кордор нашавед, ӯ сиҳат намешавад. борон дар куҷо? модар, ба сибелу оиша хӯрок бурд. аҳволи онҳо чӣ мешавад? дилам месӯзад. тавба гӯй омина, бию чашм нарасад. ҷои хоб доранд, ҳамааш хуб мешавад. модар, борон ишқи худро хуб ҳимоя кард. на амакашро гӯш кард, на модарашро. ба шумо хӯрок овардам. саломат бош. чаро ба рӯям нигоҳ намекунӣ? не, ин тавр нест. гӯш кун борон, ту он одаме нести ки ба рӯям нигоҳ кардан натавонӣ. ту як ҷавонмарди баодоб, як инсони хуб ҳастӣ. ба хоҳарам соҳибӣ кардӣ. намедонам чӣ тавр миннатдориамро баён кунам, вале ман қарздор ҳастам. оишаро баргардондӣ. агар ту намешудӣ, оиша асло маро намебахшид. инро бидон. ташаккур. борон? салом оиша. ман инҳоро ба хона дарорам, ақаллан хунук нашавад. ба пай омина аз номи ман раҳмат бигӯй. заҳмат кашидам. ман равам. нарам. майлаш, зуд наранҷ. хӯрок хунук нашавад гуфтам. ман гӯшта нестам. ин тавр бошад каме истам. исто. ҳамеша исто. як лаҳза. апа, мо ба соҳил меравем. майлаш, фақат дур наравед. من تو را دوست می‌دارم. چقدر زود برگشتی؟ تو در اینجا چیکار میکنی؟ بسیار گپ نزده درون در را. لبای مادر جان. من از کجا میدانم مادر جان؟ من پاسبانی زنی شهری هستم. شما خورید، من در کوچه هستم. این شب انتظار نشوید. خیر. نه این شب، نه پگاه شب، نه شبی آینده، نه در سریان دسترخوان، نه در وی خانه چشمم وی زنی شهری را دیگر نمی بیند. کندال تو رو برای چی به اینجا آورده پرتافت؟ زنهای آن خانه آرامت نگذاشتند. رو قسیم. تو حالا ایستا کمتر ماند. تو را از اینجا میگیرم. کمتر دیگر کارم مانده است.
آن را که حل کردم با تو همراه می شوم. البته می شوم. تو چی ها میگویی؟ همگی زنک را ترسانید. گفتیم چرا تا حال خبر نیست؟ انتظارم جناب. نه، من دیگر انتظار شده نمیتوانم. با آنها زنگ زن. چند ساعت گذشت تا حال خبر نیست. وقتی بسیار گذشت. زنگ نزنیم جناب. در روی خط آخر اون زنگ ها قید نشویم. درست میگویی. باز یگان کار نشده باشد. میلش شد. مرا گوش کن سیبل. فراموش نکن که در تگ نظارت من هستی. فراموش نکن. خدا جانی تو رو گیرد و از تو نجات یابم قاسی. ادا مادرم جواب نمیدهند. من خواطر شده ایستادم. خواطر نشم. کارشون بسیار است. نمیشنوند. مادرم خوبند. میلش خوب این است. فرات رو به کجا میبرید؟ او رو به کجا میبرید؟ به حبس خانه میبرند. کمی پس بیانات شما را هم میگیرند. در آنجا همش را بیان میکنید. اکنون مرحمت به این طرف. اکا با شما چی شد؟ گفته نتوانستم. چرا؟ در خصوص مراد حالا امید هست نگفتم. اگر او را امیدوار میکردم خودم ناامید میشدم. امید خودم را پخش میکنم گفتم. خودپرستی کردم سردار. من چطور این خیانت کردم؟ شد اکا جان واهمه نکنید. یعنی بعد میگویید شما چی گفتید؟ تو را دوست میدارم گفتم. چی؟ تو را دوست میدارم؟ او چی گفت؟ هیچ چیز. گپ نزد. نقص. جناب پلیس چطوری که نقل کردم همان وقت فرات به درون در اومد. گوش کنید اگر فرات نمیشد من از دست اون آدما نجات نمیافتم. چقدر این طور روی داد نفهمیدم. من تلفن کردم میتوانم. لبای ابرو خانم. چی؟ اکا چی شده است؟ میلش ابرو خانم التماس آرام شوید. من حاضر می آیم. اکا یگان چیز بگویه چی شده است؟ باید روم سردار. حاضر وقت ندارم. در این بی وقتی به کجا؟ بعد گپ میزنیم. رضا در کجایی؟
نقص آمده مرا گیر. در قهوه خانه شریف هستم. با این احوال ماشین راندن نمیتوانم. زودتر. فریده میآیم جناب. اونقدر هم خنک نیست نه؟ نه، تو در برم باشی خنک نمیخورم. باران تو خوب هستی؟ خوبم، هیچ گپ نیست. در بین ما سیر نمی شود گفته بودی. این سیر نیست آیشه. نمیدونم. از مادرم میپرسم جواب نمیدهند. خود را به نادانی میزنند. من میفهمم. ولی هیچ نمیفهمم سببی خاموشی اون کس چی باشه. از همه بدش این که همه خاموشند. خلاص نمیدونم. اکنون با فیرت چی می شود؟ چیزی که نباشد جنایت بود. ولی حالا هیچ چیز گفته نمیتوانیم. یعنی برای ما رو حمایه کردن بهوده جزا گرفته میتواند؟ حالا برای یگان چیز گفتم بر وقت میگویم. دستگیر شده داغ سودی داشته است. به نزدیکی برآمده است. در آلمان زنش را کار زده است. جزا گرفته سردار. هماش امین. این بد است. به قرار سود تاثیر میرساند. میبخشید. لبای مایه. لبای؟ مادر جان میدونید ساعت چند شد؟ خواطیر شدیم. شما در کجا درماندید؟ کارم کمی دوام کرد. شما پریشان نشوید. خوب روید. زنگ زدم چرا جواب ندادید؟ خبر هم ندادید؟ ظرف میشوشتم نشنیدم. حساب و کتاب هم داشتیم. شما پریشان نشوید. همش خوب است. میلش مادر جان خود را بی‌سر مانده نکنید. میلش دخترم پریشان نشو. چه شد سردار؟ چی؟ گرد ریزا گرد. با کجا جانو؟ انتپا. میلیک بیخور دخترم. ای مادر جان در این دسترخوان خالی اشتهایم هم نیست. از گلوی من هم نمیگذرد مادر جان. توبه، این سلسله فیلم ها همش یک خیل. دختر و پسر با یکدیگر نگاه کرده میستند که یکم قدم میموند. ولی خانه ما همین طور، همه وقت اکشن. سلامت باشید. من عدسه نزدم. اکشن یعنی همه وقت یگان حرکت است. خدا را شکر ینگه ابرو آمد و به حیات ما رنگ در اومد. جای شیش نمیوبیم. توبه استغفر الله. امشب کمی زیق شدم. کمی صحبت کنیم گفتم. خواهش ندارید. من خوب میروم. مادر جان او تماما دیوانه شده است. با دکتر رود گفتیم برعکس بدتر شد. آخرش بخیر شود. چی شد؟ امشب کلید رو از جنوب بگیر. نوشیدگی می آید. بست است.
خای اومدن میگیرم. اینقدر یک روی داری صبر کردن نمیتوانی. تو هم یک رو بر اومدی. تو با صبری من بازی داری. مایلش من خاموش میکنم. دیوانه هست چی؟ باز من رو دیوانه میگوید. با اینها سوق مانده میشود. به اینجا امضا گذارید. ابرو خانم. جناب آغوز، فرات یگان گناه ندارد. او فقط مرا حمایت کردن خواست. آرام شوید. التماس شما شنید. کنی من وضعیت را فهمم؟ چی گپ است در اینجا؟ تو در کجایی؟ اکا نپرسید. چه شد؟ رفیقم رو کور زد. کی ابرو؟ نه کسا نه. یک کس اومد. به فکرم نامش فرات بود. با این کارتان جوابش را میدهید. جوابش را حتما میدهید. فهمیدید؟ جوابش را میدهید. زن شهری، از آمدنی تو روزی نیک را ندیدیم. کار میکنم گفته یک روی کردی. من به تو نگفته بودم. به سری ما بلا میخری ها؟ به مرادت رسیدی. پسر خالم را حبس کردند. خرسند شدی. به غیر از کثافت باز چی آوردی ها؟ مراد این قدر سال چخیل تو را طاقت کرده است. میدونم همش گناهی من. یکمین بار تو حق بر اومدی کنده. حاضر از روی من فرات رو حبس کردن. من باشد برای هیچ چیز کردن نمیتوانم. گریه نکن. با گریه هیچ چیز دیگر نمیشود. تو بهترش فکر کن به نسرین و مادرم چی میگویی. بس از جناب کیندل. میبینید که احوال ابرو خانم بد است. به او فشار نارید. وزنی شوید. سردار اکنون تو بگو که چی میشود. امشب در اینجا میستد. پگاه به سود میبرند. من او را دیده میتوانم. چی را میبینی؟ حالا هم دیده میتوانم میگویی ها؟ شرم نکرده برای او چطور نگاه میکنی؟ حیات آدم را سوزاندی. اید اعلان کن. جناب کیندل شما در بیرون انتظار شوید. جناب پلیس فرات رو دیده میتوانم. خواهش میکنم فقط به مدت کوتاه. مایلش ولی فقط 5 دقیقه. تشکری زیاد. تشکر. تینجی است جناب. چه خیل تینجی ریزا، چه خیل تینجی؟ از روی زنی شهری فرات یک آدم را کار زده است. چه ها میگویی جناب؟ اکی فرات؟ قاسم دیدم که آدمانی تو چیکار کردند. جناب من از عهده‌اش نبر آمدند. فرات یکی از آنها را کار زده است. جناب من این کار را یک طرفه میکنم. چه کار میکنی؟ چی؟ کاری شدگی شد. مایلش مرحمت در اینجا.
ابرو با همش من گناهکارم. نه، فقط خود را گناهکار نکن. از همه زیادتر این مرا غمگین میکند. التماس گریه نکن. تو یگان گناه نداری. چطور گناهکار نیستم فراد؟ همتون با من گفتید. یکمین بار کندال حق برآمد. اگر کار میکنم گفته یک روی نمیکردم. من همین زن یک رو دوست داشتم. از اول با تو بغیر از غم و عذاب دیگر هیچ چیز ندادم. هر روز جونی تو رو باز زیادتر عذاب میدادم. اکنون از برای من شده به این حال دچار شدی. من چی طرف جواب این رو میدهم؟ گوش کن، چیزی که با من روی ندهد. یگان وقت پشیمان نشدم که به تو عاشق شدم. ابرو، تو به من شفا بخشیدی. حیاتم رو رنگین نمودی. زندگی را زیبا نمودی. اکنون چی می شود فراد؟ نمیدانم. پروا هم ندارم. در ماشین برای تو یک تحفه هست. باز با تو یک گردنبند ساخته بودم. در آینه آویزان است. آنها را گیری خرسند می شوم. اکنون چی می شود سردار؟ برای زخم‌نور کردنش جزا میگیرد. وضعیت بیمار را پرسیدم. در بیمارخانه بوده است. احوالش وزنین. اگر مرد کار رنگ دیگر میگیرد. انا ببین کارت را ابرو. کارت را ببین. اگر آن آدم مرد 18 سال میگیرد 20 سال میگیرد خدا میداند. خوشبخت هستی ها؟ جواب این را چطور میدی؟ چطور؟ گوش کنید، حاضر یگان کار کردن نمی شود. به فکر من به خانه های خود روید. ریزا، در پلیس کلید ماشین فراد هست. ماشین را گیرید گفتند. میگیری؟ ماشین در کجاست ینگه؟ کلید را گیر. ماشین را بعد میگیری. گوش کن. حاضر به خانه رسیدیم. دهانت را نگشا. نیمه شب مادرم را پریشان نکن. یک کس را به حبس دیگری را به مزار روان نکن. بسیار میستند جناب. با مادرت سلام نمیگویی گفتند. این همه چی معنی دارد مادر؟
قاسم به وی آدم بگو پنهان شود، کار را برباد دادند، دردی سر نشود. مایلاش جناب. پشت رو هم میگذرانیم. دو درجنکی من خنک نخورد. نه این طور خشک و خالی نمی شود. کنی از رویم ببوس. مادرم سخت خوابیدند. به فکرم شب دیر اومدند. باید اگر آماده باشد میرویم. بخیر از خانه اومده؟ سحر بر وقت خسته به مکتب رفتن میخواهی؟ گپ رو زیاد نکن. مادرم رو بیدار نکنیم گفتم. بیا زودتر برویم. مایلش گفتی تو شود. من شما رو فریاد کردنی بودم. بیاید صبحونه میکنیم. تشکر اپی آمینا. ولی امروز ما رو نیست نویسید. چی نویسم دخترم؟ یعنی شتاب داریم. ما میرویم. خیر مایلش. ابرو آمدند اپی آمینا. حالا در بالا خوابند. حسابات تمام شد؟ میرویم. مایا اوف. شما از اون نرنجید اپی آمینا؟ نه دخترم نه. او عاده است. از او رنجیده نمیتوانم. روی تو بازدید. بخیر است نسرین، بر وقت خستی؟ اکا هم بیدار شدند. بله، چی کار میکنی؟ گپ دارم. یگون خوب دیدی چی؟ بخیر است میگفتم ولی سحر بر وقت که آمدی بخیر نیست. باز چی شد دختری خاله؟ شب رو با یک عذاب روز کردم. انیق؟ زود میرنجی؟ چه شد بگو؟ اکا با بارون میگویم گفتید اکنون اومده از من میپرسد. ها از من هم پرسید. همه از من میپرسند. فقط من پرسیده نمیتوانم. اکا من هم رفته از مادرت پرس گفتم. شما چی طور این خیلی گفتم میتوانید؟ چی طور فکر نکردید که با چی وضعیت مشکل دچار میشوم؟ حال باران رو بینید اکنون چی کار کنم؟ من باید چیکار میکردم؟ پسر تو چی طور آمده به پیشانه من سلاح را روانه میکند؟ تو این را از پسرت پرسیدی؟ همه وقت کندل گناهگار. همه وقت کندل باید حل کند. کندل باید جزا بیند. نه دختری خاله اکنون این طور نمیشود. کسی که کرده باشد جزایش را خودش بیند. غیر از این باز یک درد مهم تر داریم. بسیار عیب شد عاده. چی عیب شد؟ در نزد اپی آمینا البته. پروا نکن اپی آمینا از من نمیرنجند. نقص اکنون نمیرنجند گفته همین طور رفتار کردن میگیری. عیب است عیب. سحر بر وقت نصیحت کردن رو تو هم سر کردی. شما روید. من امروز نمیروم. با کجا میروی تو؟ با همون بچه با میخورم.
گوش کن مادرم فهمند جزایت را میدهند دانسته گیر. اگر تو نگویی نمیفهمند. برای همین شتاب داشتی اکنون فهمیدم. شما روید من تا آخری درس رسیده می آیم. چی شد اپای امینه؟ کندوشتان رفت گفته غمگین هستید. به شما باوریم نمی آید. یعنی او را دوست داشتید؟ اوزلیم من بعد از آمدن تو حسیاتم را، رشکم را، زن بودنم را فراموش کردم. فقط مادر بودنم و انصافم مانده است. آدم انصافش رو از دست دهد آدمگری رو هم گم میکند. تو که نداری نمیفهمی. نه اپا نه. کندوش باشد اولیا باشد هم به خانه نمیمونی. یا خرت رو میدوزد یا خست رو. انا این جوابی من. خدایا توبه. ملک با ابرو خبر دادید صبحانه تیار است. ینگه امینه من خبر میدهم گفتن. کندال تو در کجایی؟ تو نیمی شب همه پراکنده. من همه رو در گرد دسترخوان جمع کرده نمیتوانم. من به تو باز چی گویم؟ مادر بگو. تو چیزی گفتن میخواهی ولی انشاءالله بخیر است. مادر جان اول آرام شوید. جای پریشان شدن نیست. اول همین رو گویم. بگو کندال مرا نترسون. مادر جان دین شب یک واقعه روی داد. برای همین دیر آمدم. کندال شف نکن پسرم. شفتالو بگو. ای خدا این بدبختی ها تمام می شده باشند. لبای ابرو خانم. سلام جنابی آغوز. ناراحت نمی کنم؟ نه هیچ گپ نه. تماما خوب نیستم. وای من به نزد فرد به انتپه می روم. چی طور از شما خواهش کردنم رو نمیدونم. ولی با من می روید. ابرو خانم میدانم وضعیتی مشکل. ولی باید آرام شوید. من هم به انتپه به نزد اکای فرد می روم. ولی بر وقت برآمده بودم. اگر خواهید در آنجا وا میخوره. مایلش من حاضر آماده شده می برایم. در خانه بوده ها فهمیدن. یعنی خبر دارند؟ نه حالا نه. حاضر میگویم. کندال نیمه شب قدری خانم رو غمگین نکنیم گفت. مایلش در آنجا وا میخوریم. مایلش تشکری زیاد. تو بازدید. پسرم چیزی گفتنی باشی بگوی. دلم را پاره نکن. مادر جان زنی شهری کار میکنم گفته یک روی کرده بود کو. های دین شب به جای کاری او 2 کس حمله کردند. ای وای ابرو خوب است. باز حدیثه روی داد گویید. زنی شهری مثل خوک است. به او هیچ چیز نشده است. کی حمله کرده است یافتند؟ دوستی بوده است یا چی؟ مادر جان استید به کجا؟ ابرو را خبر میگیرم. حالا گپم تمام نشده است. کندال مادر فرات هم در آنجا بوده است. به فرات یگان چیز شده است؟ چی؟ اکام با اکام یگان چیز شده است؟ فرات یکی از آنها را کار زده است. با یادم در بیمارخانه فرات را باشد حبس کردند. مادر جون توبه آرام شوید ایستید. اوزلیم رفته داروی مادرم را بیار. ملک تو باشه عطر بیار زود باش.
مادر؟ تو از ما چی میخواهی ها؟ رسیدی با مرادت. مادر جان نیسته چیکار میکنید؟ برای تو شده اکم رو حبس کردن. تو از ما چی میخواهی؟ با مقصدت رسیدی. تو همین چیز رو میخواستی. مادر جان نیسته چیکار ای خدا، به نام خدا دختر خاله کمی وزنین شو. توبه استغفرالله. چی شد؟ چی هم میشود اپای اومینه؟ همش انیق. نسرین موی سری ینگای ابرو رو کنده ایستاده است. من خوبم. پایم فرامده نسرین را جدا کنید. آمینه عزلم، فرامده آنها را جدا کنید. اگر من فرایم اکنون چی میشود؟ گپ زن. مادر جان کمی آرام شوید. چی گپ است؟ نسرین ایستا. من به تو گفته بودم که تو به سر یکم بلا میاری. گفته بودم. شد آرام شوید. شد. چی گپ است در اینجا؟ چی شد؟ با من هم فهمونید. شما چرا عصبی شدید؟ تقاید برای همین زن شده یک آدم را کار زده است. اکنون او را حبس کردم. شما چیا میگید مادر جان؟ چیزی که شنیدی پسرم. تقاید در حبس. تو میدانی که او را از آنجا جواب نمیدهند. مادر جان اینطور نمی شود. دکتر را فریاد کنم شما را به بیمارخانه برم. مادر ایستید. با کجا؟ مادر جان ایستید. مادر جان ایستید. لعنت به اون روزی که تو به اینجا آمدی. از کم چی میخواستی؟ همین که آمدی مثل کیک باید چسبیده گرفتی. دیگر او را سر ندادی. ابرو تو چی کار کردی؟ تو چی کار کردی ها؟ من به تو نگفته بودم چه احتیاج داشته باشی من به تو یاری میدهم؟ نگفته بودم اینجا به جای زیستی بیشتره تو مانند نیست. ای تو چی کار کردی ابرو؟ تو چی کار کردی؟ انا دیدید مادر کلین دوست داشته اتان را. پیش از آمدن تو ما حضور داشتیم. از آمدن تو این واقع آرابیم. سبب مرگ دادرم تو هستی. پسری خالم را حبس میکنند. مادر بینید این زنکی ها باز نقشه کشیده است. همه ما را یک به مزار یا به زندان روان میکند. باران پسرم تو هم ببین. نغز نگاه کن. زنی را که حمایه کردی اکنون ببین. با شومی این زنی کثافت گپی او را گوش کرده سلاح را گرفته آمده به من روانه کردی. تو چی جواب دادنت رو هم نمیدانی؟ همینطور نه؟ همه‌تون خب کنید. مرا به نزد فیرت برکندل. من هم میروم مادر. چرا سهر بر وقت به اینجا اومدیم؟ در اینجا چیکار میکنیم؟
چی پسندت ناومد؟ صبحانه میکنیم، سیر و گشت میکنیم. شاید بعد با سینما میرویم. در حقیقت؟ دیر باز به سینما نرفته بودم. خیر ندیدی؟ چطور خوب؟ ولی اول صبحانه میکنیم. پیش خدمت. امک با تقویم هیچ چیز نمیشود. دعا کنیم که هیچ چیز نشود. ملک داروی مادرم رو گرفتی ها؟ گرفتم ینگا، گرفتم. گوش کن، ما رو بخبر نگذار. مایلش ینگا. апай умина ишқи акай фиратро бинед. узли забонат мехорад ҳа? ту хомӯш буда наметавонӣ? ҳама дар ғами чӣ, ту боша дар фикри чӣ? лабай хурдакак. ман хурдакак нестам. ман муаллимаи ту ҳастам. мебахшед муаллима, наранҷ. ҳеҷ гап не. хай, дарси англисии мо чӣ шуд? ё ин ки тарсида аз фикрат гаштӣ? не аз фикрам нагаштам. ин тавр мекунем, баъди дарса дар қаҳвахона шариф бо мехӯрем. майлаш, вале ин дафъа нагурез. майлаш, парво накун хурдакак, то боздид. инро бинед. майлаш, хай. кист ин хурдакак? хурдакак? кист гуфтам? ба фикрам рашк кардӣ. не рашк не. чаро рашк мекардам? танҳо пурсидам. пурсидӣ. шуд ғазабӣ нашав, як рафиқам аст. тавба, ба ман чӣ? ман намедонам. ман ҳам ҳамун хурдакакро мебинам чӣ қадар хурд аст. вале ту тамоман рашк накардӣ? не, ҳамагӣ ман ҳам бинам гуфтам. нахам. янга хуб ҳастед? абру янга мошини акаи фиратро овардам. саҳар адвокати ширкатро ба антепа бурдам. ташаккур.
چیکار کردم که تو با من عاشق شدی فراد؟ با تو غیر از فلاکت چی دادم؟ ایستید. با کجا میروید؟ یک طرف ایستا. ممکن نیست. در اومدم من است. مادر جان ایستید. تو هم یک طرف ایست کندال. من فرات رو میبینم. بیبی جان شما آرام شوید، حاضرم کم حل میکنم. حل میکنید؟ من چه خیلی حل کردن شما را میدونم. هیچ چیز را حل کردن نمیتوانید. یک طرف ایستید. بذار کنون یک طرف. قدره خاله. مادر. آغوز فرات چی طور است؟ خوب است. مرا به نزد فرات بر. من باید فرات رو بینم. التماس مرا به نزد فرات بر. خواطر نشوید. اکی فرات خوب است. چطور خوب؟ اکنون احوالشون چی میشود؟ من میتوانم اکم رو بینم. کمی پس باید براید. با سود میبرند. شما باید آرام شوید. اکی فرات شما را در این احوال بینن غمگین میشود. باور کنید اکی فرات در حقیقت خوب هستند. بیایید با شما کمتر میشینیم. پیش از این زندانی بودنی او به او ضرر میرساند. حاضر در این باره فکر نکنید. اول به سود برند. بیایید رویم. بیایید مادر بیایید. مادر جان شما خوب هستید؟ آب بیارم؟ پسرم یگانه تکیهگاه من توی التماس در برم باش. واه این حادثه رو بینید. ولی اکای فرات پیشم حبس شده بودند، ولی بر وقت جواب داده بودند. با سر انسان چگونه حادثه ها می آیند. چه طب عشق بوده است. ابروی انگا آمدن پس این آدم تماما دیگر شد. توبه این هم کلید گفته گرنگ می کند. الو نپرس چی ها روی دادند. اکای فرات یک آدم رو کرد زده است. کلید این رو بگو گرفتی؟ من چی میگویم تو چی میگویی؟ کندال دینا شب دیر آمد. من باشم خوب بودم. سحر باشد کی آمد گرفته نتوانستم. وای کلید واضح میگویم نفهمیدی؟ مایلش میگیرم. من چی کار کردنت رو میفهمم. پروا نکن جناب قاسم. فرات پسرم. خاله جان من خوبم. شما غمگین نشوید. آکا نسرین خواهرکم این طور نکن. خاله هم باز بدتر می شوند. باران مادرت به خاله هم به تو امانت. مایلش تقول شما خاطر نشوید. کندال او را به کجا میبرند؟ سردار به کجا؟ به سود میبرند. بیا زودتر. رفته مادر جان به ماشین شنید. خوب استی نسرین؟
این چی طور؟ بین با چیزی زیبا مانند است. این چی ها؟ ما کودک هستیم؟ تو هم گفتی همه وقت گپ میابی. مالش تو انتخاب بکن وگرنه به سینما نمیدرویم. فیلم رو هم او رو هم تو انتخاب کن. رشکین. چرا رشکنم؟ شد من انتخاب کردم. با این میدرویم. مالش من شیپتر رو خریده میایم. فیراد میرجان، با سبب زخمدار کردن شهروند شما موقتا حبس میشوید. حقوقی خاموش بودن را دارید. می توانید با یاری ادوکات خود را حمایت کنید. جناب 1001 مشکلی دارن جناب خسیم، ولی تو گم هستی، تنها ریش میگیری. این طور نگاه نکن، شکلات مکلات ندارم. من نو دکان رو قلف کردنی بودم. همون وقت دو آدم در آمدند. دکان رو چپ و راسته کردند. شما آنها را میشناسید؟ نه، هر دویشان رو هم پیش ندیده بودم. خزینه خالی بود. صاحب دکان پول رو گرفته بودند. پول نیست گفتم ولی نمیفهمیدند. هر دویش یک بار حمله کردند. داد زدم ولی هیچ کس نبود. من باشد آن وقت از ترس به دستم کارد گرفتم، ولی یکی از آنها از دستم زده گرفته به گردنم روانه کرد. انا آن وقت فیراد در آمد. جناب سودیا، اگر فیراد نمیشد شاید من زنده نمیموندم. او همگی مرا نجات دادن میخواست. او مورچه را آزار نمیدهد. کارد زدنش را دیدید؟ نه، وقتی که آدمون به فیراد حمله کردن من باشد به بیرون بر آمدم. شد، با جایتان شینید. چی شد آیشه؟ مایا از بارون خبر هست؟ نه نیست. چرا ناومده باشد؟ خواهرم در خانه گم واقع روی داده باشد. ما امروز کمتر بر وقتتر بر آمدیم. من اون را ندیدم ولی به فکرم هیچ چیز روی نداده است. کار شما را دیده بر آمدم.
برای کار شما را سنجیدن مدت وقت جدا کرده می شود. تا آن روز شما در زندان نگاه داشته می شوید. به یگان چیز احتیاج دارید ابرو خانم؟ جزای او چی می شود؟ احوال آدم زختار وزنین است. این باشد وضعیتی که فراد را بدتر می کند. مادر. نسرین. آکا. آکا. دختری خاله بغیر از روزی با خوری را انتظار شدن دیگر چاره نداریم. پسندت آمد؟ بله پسندم آمد. بسیار خوب بود. بله. تو از این فیلم چی فهمیدی؟ تو چی رو گفتنی؟ فکر نکن که ندیدم. چی رو؟ من فیلم رو تماشا کردم. تو باشی مرا. دروغ. آی لبای. الو اومده صدایی بله می آیم. در راه هستم. مایلش من انتظارم. تو بندید. بیا رفتیم. با همون خردکک شناس میشوی. کنی بینیم و خردکک کی بوده است؟
اپا اپا به شما چی شد؟ اپا چی شد؟ نمیدونم. بیا بردار. نسرین چی شد؟ ملک دستگیر کردند. کندل اکنون چی می شود؟ مادر جان شما پریشان نشوید. 4-5 ادوکت دیگر میگیرم. پسر خالم رو در آنجا نمیمونم. مادر من به فابریکه میروم ببینم که از دستم چی میآید. کندل فرمایید مادر. فیرتی مرا به من برگردون. با جان و دل مادر جان پریشان نشوید. به همش من گناهکار. کندل یکمین بار حق برآمد. اکنون چی می شود اپا؟ نمیدونم سیبل. من هم یکمین بار چیکار کردنم رو نمیدونم. ولی حاضر فراد اگر در اینجا میشد میگفت. حاضر او از روی من در حبس است. آیشه تو چی ها میگویی؟ شوخی میکنی؟ شد حاضر میآیم. رفتیم روزگار. یگون روحش رو میابیم اپا. اینقدر خودتون رو نخورید. چطور سیبل؟ اینقدر بیچارگی دلم رو خونسار میکند. فراد همه وقت در بری من بود. ولی حاضر من برای هیچ چیز کردن نمیتوانم. اپا یگان نویگری هست جناب. اکی فیرت میبرویند. قاسم را فریاد کن. برای همه کار ریزا میدود. ولی در آخر قاسم را فریاد بکن. خیر او در کجاست؟ نمیدانم. باید در اینجا میشد.
خوش آمده. سلامت باش. چای می نوشید؟ نه تشکر. جواب نمیدهد. بسیار خوب، من باید روم. مایلش خردکک کی نیست، بیا من تو را برده مانم. شاید کارش برآمد. امیدوارم همین طور است. مرا دیدن نگریخته باشد. اینش را نمیدونم. چی میخندی؟ янга, фишори хуни модарам намефарояд. духтурро фарёд кунем. хубтараш фарёд кунем. мефарояд намефарояд кӣ медонад? узли, ту ҳеҷ хомӯш буданро ёд нагирифтӣ. чӣ гуфтам апай омина? агар медонистӣ ки чӣ гуфтӣ. борон дуруст аст? бале, дуруст. ҳозир модарам дар куҷоянд? ман аз куҷо донам? аз рӯзи омадаатон ба дилам. борон, ту чиҳо мегӯӣ? майя чӣ шуд? ин чӣ аҳвол? майя медонаду ту намедонӣ? кӣ медонад боз дар куҷоҳо будӣ? ту чиҳо мегӯӣ? шумо ба сари мо бало ҳастед. майя чӣ шуд? ин аҳмақ чӣ мегӯяд? дуруст гап зан бо ман. ту бо ман дуруст гап зада истодаӣ? гӯш кун, туро ягон рӯз таги по мекунам, огоҳ бош. боз чӣ шуд? чаро аз дар омадам пас ба ман ҳамла мекунӣ? тағоям бо сабаби модари шумо дар ҳабс аст, ҳамаш ҳамин. майя ин чӣ мегӯяд? дар боло нақл мекунам. خیر، از آن آدمی مجروح خبر هست؟ خوب نیست جناب. یعنی به جای کار رسیده است که زخمش کلان. دیگرش چی؟ پنهان است، از ما خبر انتظار. زنی شهری به پسری خودم ضرر رسید، ولی او خودش گناهکار. دم زنی شهری را باید نمیگرفت. شد، تو برو و آدم را پیدا کن، به چشم دیگران ننماید. من باشد یگان راهی برآوردن پسری خالم را میابم. магар ман нагуфта будам? наравед гуфта будам. аз рӯзи омаданамон аз ин ҷо равем мегӯям. ҳар рӯз ягон воқеа аст. акнун чӣ кор мекунем? то ҳол бовариям намеояд. борон чӣ хел ба мо ин тавр гуфт ада? ман гумон карда будам ки... ту гумон карданро давом додан гир майя. онҳо ваҳшӣ ҳастанд. ягон чиз шавад моро гунаҳкор мекунанд. моро қабул накарданд. моро дӯст надоштанд. ҳеҷ вақт моро қабул намекунанд. модарам дар куҷо бошанд? бия додарҷонам.
مادرجان من به شما گفته بودم مادرجان در بین آنها زیسته نمیشود. اکنون چیکار میکنیم؟ مادرجان اکای فرید خوب هستند؟ چی طور شد؟ چی طور میشد؟ عاقبت یک روی مادرم رو او هم دیده ایستاده است. ادا مادرجان 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 مادر جان، 2 ادوکات گرفتم. هر دویش لازم می شود. با خواست خدا پسری خالم را نجات می دیم. گرسنه نشینید. یگون چیز خوره. مثل صدقه خوراک میارند. باز قاسم چی شد؟ باز چی میخواهی؟ شد مایلش Erzurum çarşı pazar Leylim aman aman Leylim aman aman Sarı gelin Erzurum çarşı pazar Leylim aman aman Leylim aman aman sarı gelin İçinde bir kız gezer Oy nenen ölsün sarı gelin aman Sarı gelin aman Sarı gelin aman Suna yarim Elinde divit
aman aman Leylim aman aman Sarı gelin Dertlere derman yazar Nenen ölsün Sarı gelin aman Sarı gelin aman Sarı gelin aman Suna yarim Dertlere derman yazar Nenen ölsün Sarı gelin aman Sarı gelin aman Sarı gelin aman Suna yarim Teşekkür. Hiç yok. гир коратро тамом карда зуд баргардон. Ташаккур. شد مادر جان غمگین نشوید روزی سود با لشکری ادوکت ها میبرایم قسم میخورم میلش شما هم راه افتاده نشوید کاری شدگی شد حل میکنیم кош ки ба ҷои акам ӯ худаш ҳабс мешуд. дар охир сари акамро хӯрд. مادر جان من رفتم به شما خبر میدیم
نسرین راست میگوید. کاش که زنی شهری حبس میشد. خدایا. چی شد جناب؟ زودتر آدمی پنهان شده را پیدا کن. مایلش جناب، زنگ میزنم ولی با او چی گویم؟ این کار را حل میکنیم قاسم. چی طور حل میکنیم؟ رفته به پلیس تسلیم شود. او را دستگیری میکنیم پروا نکند. گوید که رفیق مرا ابرو کار زد، ولی همش را نقص فهمان. با سر آشکار نکند. گوید که وی زن کار زد، بعد آن مرد کار را به دست خود گرفت. قاسم این کار را با عقلانه حل کن، باز یکان خطایی نشود. مایلش جناب. دخترها روید. شما این طور نکنید. به همین هم احوالم بد. باز با شما مشغول شوم. با ما مشغول نشوید مادر جون. باز چی قدر یک روی میکنید؟ نمیشود. همش رو سنجیده دیدید. عاقبتش چی؟ هیچ چیز مادر جون. بس عده. مادر جون این دفعه عده حق است. دیگر یک روی کردن معنا ندارد. مگر نمیبینید؟ چی حال داری نسرین؟ خوب نیستم. باید چی طور باشم؟ بگوی آقوز. راست میگویی. میدانی باید تو پرطاقت باشی. یک ثانیه. نسرین باید خاموش کنم، بدتر زنگ بزنم. لبای شد جناب، تسلیم شده است. چطوری که ما گفتیم بیانات داده است. یعنی تمام. این را به وی رسان. خیر زنی شهری، اکنون میبینم که تو چی کار میکنی. تو به من چاه کافتی ولی خودت میافتی. باران را مقابل من کردی. حاضر مراد برگردد تو را نجات دادن نمیتواند. در کجا باشد؟ وای کجا شد؟ ای خدا توبه. ای خدایا. بخیر سردار، از فیرت خبر هست؟ ابرو خانم در همین جایند. بله. فریاد میکردید؟ بخیر است آغوز؟ بخیر نیست نسرین. امینه ابرو، آغوز در حال تو رو انتظار است. فیرت بخیر است پسرم؟
ҷаноби оғоз, ҷинояткори дуюмӣ таслим шудааст. ақаллан як хабари хуш. ӯ баёнот додааст. дар баёнот гуфтааст ки фиратро надидааст. одами дар беморхона бударо гуфтааст ки шумо кор задаед. шуморо бояд дастгир кунам. ман